پیش‌فرضایی که ما میگیم بی پایه و بی اساس هستند، هیچ گونه به قول معروف معنای قابل راستی آزمایی در فلسفه هگل ندارن. اینن بزرگترین این پیش‌فرض‌ها یا کلان‌فرضی‌ها. اولیش اینه که جهان در ابتدای آفرینش یک روح مجرد بوده به یک پارچه، یعنی دارای وحدت وجودی. بعد هگل از این نقطه عزیمت لاادریه آگنوستیس شروع میکنه میگه به دلایل نامعلومی در لحظه آفرینش این وجود یک پارچه دچار اضمحلال و تجزیه میشه. بعد میاد میگه که یعنی پیش‌فرض دومش اینه که این روح برای بازپسگیری یا بازیافت اون وحدت وجودی خودش از عقل استفاده میکنه، از نیرنگ عقل استفاده میکنه و این عقل رو میاره که چیکار کنه که در دنیا در طبیعت و فلان، که اینا در واقع میگه طبیعت که همون روح یا عقل تجسم یافته است که به خاطر این پوشپاکی به این شکل مادی در اومده. بعد میاد میگه این عقل میاد چیکار میکنه، میاد آرام آرام از انسان استفاده میکنه که این عقلانیت ببره جلو. هدف این عقلانیت چیه در نهایت؟ اینه که از به آگاهی برسه. بعد از آگاهی باید به خود آگاهی برسه. خود آگاهی چیه؟ میگه یعنی به مرحله این تعقل باید برسه که اندیشه فقط به اندیشه بیاندیشد، یعنی تعقلی که فقط به تعقل میاندیشه. همه این پیش‌فرض‌ها که هگل مطرح میکنه میگه در پایان تاریخ هم همینه، یعنی جهان به سیر عقلانی، سیر سلوک عقلانی رو با او گام‌های دیالکتیکی طی میکنه تا برسه به اون فاز نهایی.